بسم الله الرحمن الرحیم. زن تخمیناً 40 ساله با روی نورافشان در دستش تسبیح پرده های خانه را گشاد. ام گلثوم از خواب بیدار شو دخترم، آفتاب کیها بلند شده است، کمتر پس پیشین می درآید، نمی خیزده. باز تا نصف شب تلفن بازی کردی چی؟ مادر جان، التماس باز کمتری دیگر خواب کنم. پس از 5 دقیقه به سحرخوری فرا گفت و مادرش از خانه برآمده رفت. ام گلثوم اوف گویان از زیر بالش تلفنش را گرفت. در اینستاگرام خبرهای زیاد آمده بودند. با هیجان نظر میکرد به خبرها. در دوام 8 ساعت 52 آبونچی زیاد شده بودند. زود با کامنتاری هایی که در زیر صورت هایش گذاشته شده بود با جواب نویسی شروع کرد. در این میان مادرش ام گلثوم گویان او را فریاد کرد. او تلفنش را در خانه گذاشته و پایان فرآمد. رومال و کرته‌ای که بیاد آورد آویزان کردی؟ و تو زیبیده هستند؟ در یگان مراسم ها می پوشید. نه مادر جان، آویزان نکردم. بیدرک جای را بند می کند. خودش به همانم جوانم پر لباس است. آن لباسان به من نمی شوند. خیلی کشادند. در درونش گم می شوم. کرته را چیکار کرده است؟ زیبا باشد. در یگان روزهای عید می پوشید. اوف مادر جان، چی اکنون به شما تلاش کنم؟ با دوگانه هایم باید واخوری کنم گویان به خانه اش برآمد و زود و لباس پوشی در آمد. شیم جینسی تنگ، در بدنش باشد کافته کلته پوشید. نزد آینه رفته موی سرش را مثل تلپک شتر جمع کرده در بالای سر کرد و رومالش را بسته و چشمانش قلم کمی توش مالید. به لبانش باشد کمی پماد مالیده تلفنش را گرفته خود را به رسم گرفت و خودی همان زمان در اینستاگرام خود گذاشت. بعد از پخش صورت در پروفیل سخنان عجیب در کامنتاری می آمدند. تبسم کرد و عطر را پوشیده از خانه بیرون رفت. بعد از نیم ساعت با دوگانه هایش واخورده به قهوه خانه در آمد. صحبت آنها چنان زیبا و شوق‌آور می‌گذشت. آدمانی در قهوه خانه بوده همه با آنها نگاه می‌کردند و از این دختران با تعجب افتاده باز بیشتر خنده می‌کردند. ام گلثوم باز تلفنش را برآورده پیام‌های آمده را مطالعه کرده تبسم می‌کرد. پسران در میز دیگر نشسته با او یک یک نگاه می‌کرد و در بین خود پیچیر می‌کردند. بعد از چند لحظه از بین آنها پسری جسور و زیبا نزد دختران آمد و به ام گلثوم سلام گفت. سلام، تو همان ام گلثوم اینستاگرام نیستی؟ ها، من همانم، جواب داد دختر. میدانستم. دوستانم باشد به من باور نکردند. در حقیقت زیبا بوده ای. شاید. رحمت گفت ام گلثوم با آهنگ غلط. سن و سالت به چند رسیده؟ به 18 در آمدم. شد یا یگان سوال دیگر داری؟ از من 26. سن و سال من با هم موافق بوده است. دیرتر به تو می نویسم. دوگانه های ام گلثوم قهقه زنان خنده می کردند. با آنها نیز ام گلثوم همراه شده خنده می کرد. شب شده بود. دوگانگان همراه به خانه برمی گشتند. از تاریکی در کوچه چیزی به چشم نمودار نمی شد. ام گلثوم در دست تلفن از همه پیشتر قدم زنان می رفت. وقتی به سوی کوچه گردش می خورد و چیزی برخورد و با آوازی بلند فیغان کرد. با او همراه دوگانه هایش نیز فریاد کردند. مردی با قامتی بلند
و عظیم جثه و ام کلثوم با نظر غضبناک نگاه کرده می ایستاد. ام کلثوم باشد با چشمان این مرد حیران نظر می کرد. جوان سله سرش بوده را راست کرد، چیزی نگفته و دیگر سم روان شد. توبه استغفر الله گویان راه خود را ادامه داد. ام کلثوم زود به خانه رفت. از نگاه پر از غضب به ترس آمده بود. به حجره‌اش در آمد و خود را به بالای کروات پرتافت. تلفنش را گرفت و خبرها را یک یک مطالعه میکرد. همان پسری در قهوه خانه دیده‌اش در حقیقت به او پیامک روان کرده بود. این را دیده از جایش پریده خیست. شام بخیر نوشته بود. ام کلثوم تبسم کرد و آن جوان را بلاک کرد. بعد از چند لحظه از پروفیل دیگر پیام آمد. بلاک نکن، با تو شناس شدن میخواهم. من باشم نمیخواهم گویان آن را نیز بلاک کرد. همین خیل کردن با او ذوق میداد. روزها همین زایل میگذاشتند. صورتهای نو به نو ویدیوها را به پروفیل خود میگذاشت. در زیر آنها صدها کامنتاری ها، لایک ها پیهم می آمدند. روز از روز آبونچی هایش زیاد می شدند. دائما در تلفن نشسته روز می گذرانید. از همین سبب بعضا نمازش را ادا می کرد، بعضی را قضا، یا در آخری وقت نمازش را می خواند. بعضا قلبش غمگین شود، نماز ادا می کرد و تسبیح و جای نمازش را صورت گرفته با اینستاگرام خود جا می کرد. در زیرش باشد کامنتاری های دینی می نوشت. دیگر وقتها باشد نماز نمی خواند. این رسم ها باشد فقط لحظگی بودند. هفته ها گذشتند و نهایت روز خیریه در مسجد گذرانیده می شد. آمد. ام کلثوم سحر بر وقت از خواب خیسته لباس های زیبای خود را پوشید. می خواست به نماز دریافت کند، اما به نماز رسید یا نرسید نمی دانست. بعد از لحظه زنها به مسجد در آمدند و معروضه آغاز شد. همه دختران ام کلثوم را خوش آمدی گفتند. نظر همه به او بود. نصف مردمان مسجد معروضه امام را می شنیدند، نصف دیگرشان باشد به دختری در آمده نظر کرده با همدیگر سخن می کردند. چشم نرسد اینقدر دختر زیبا لباس های پوشیده اش را بینند مثل منیکن است. ام کلثوم نظرهای را که به سوی او روان شده بود حس می کرد. از بین مردم گذشته به صف اول رفته نشست و باز تلفن خود را برآورده به اینستاگرام در آمد. خواست به آبونچیان فهماند که او در کجا نشسته است. در مسجد باشد آواز امام حتی آسمان را نیز به لرزه می آورد. کجا شد شرم و حیا، آداب و اخلاق دختران جوان؟ کجا شدند عفت دختران؟ صحابگان پرسیده بودند که ای فاطمه بگو کی است از همه زن با خیر در نزد رسول الله کدام زن است؟ مادرمان چی جواب داده بودند؟ مسجد با این لحظه به سکونت افتاد. آواز امام چنان و با غضب بود که حتی از میناره مسجد پرنده ها پرواز کرده می رفتند. زنی که در فکر و خیال مردان بیگانه نباشد. جواب دادند مادرمان. معروضه دور دوام می یافت. امام عاید به دختران امروزه و تأثیر شبکه های اجتماعی به دختران مسلمان و اخلاق آنان قدریت دختران مؤمنه معروضه می کرد و می فهمانید. اما ام کلثوم این سخنان را می شنید، در گمان بود. زمین و آسمان، پرنده و حشرات می فهمید، اما وی نمی فهمید، چون که قلب او مهر زده بود. وقتی معروضه خاتمه یافت، زنان به حوله مخصوص گذشتند. ام کلثوم در آنجا نیز خود را به صورت گرفته در پروفیل خود جا کرد. به حوله که برای زنان جدا شده بود، مردان نیز می گذشتند. این حادثه را جوان مشاهده کرد.
خواست رفته بیند که در آنجا چه حادثه است که همه به آنجا می روند و رفته بیند یک دختر زیبا آستین به بالا برداشته دستان سفید خود را نمایش کنان رومال آویزانش را تیز تیز به قفای سر می پرتافت و به دیگران خدمت می کرد. آمدن کسی را حس کرد و بیایید چه خدمت گفته با جوان قد بلند و با چهره غضبناک با اون نظر می کرد روبرو شد. این همان یک چند ماه پیش در کوچه با جوانی برخورده بود، همان بود. رویش سرخ شد و با اون نظر کرده بیایید مرحمت چگونه یاردم کنم گفت. اما جوان با ام کلثوم غضب کرد و از زنی در پیشش ایستاده کمک خواست و برآمده رفت. کی بود این جوان؟ آخر جوانان دیگر برای دیدن ام کلثوم همان در نوبت می ایستادند. این جوان کی بود؟ به او حتی اعتبار نداد. پس از این ام کلثوم هر روز به مسجد آمده یاردم می دادگی شد. از همه لباسان زیبای خود را می پوشید. پرداز و انداز چشم ناگیر می کرد. این همه برای دیدن آن ناشناس بود. او را معقول کرده بود اما کسی نمی دانست. آخر او ام کلثوم بود. او مشهور بود. قلبش را به کسی نباید می داد. برعکس قلبها را باید می سوزانید. روزهای خیریت تمام شده بود. ام کلثوم آن جوان را فقط از دور می دید. پیر و جوان آن جوان را دوست می داشتند. همه پیش وی می رفتند. او نیز مثل من مشهور باشد. هر وقت در تلفن یگان پیام بیاید زود از جایش برخاسته تلفنش را گرفته می خواند. اما از آن جوان هیچ خبری نبود. روز دختران در مسجد جمع شدند. یکی از زنهای مسجد در اینجا یک قوطی هست. در درونش کتاب‌های ضروری برای فعالیت ما لازم می‌شوند. همان را بینید و گرفته بیارید گفت. سخن زن تمام نشده بود. ما رفته میاریم گفت ام کلثوم و با دوگانه‌اش به جای گفته رفتند. در قلبش یک حسه عجیب بود. میخواست آن جوانی بد غضب را بار بیند. آخر اینجا خانه الله است و حتما میباید فکر کرد. چگونه کمک لازم گفت جوانی در دستش با کتاب ها می آمد. وای ما یک قوطی باید گیریم. در درونش کتاب ها هست. گویان دستانش را به قفا کرده مثل دختران خردسال. جوان این حالت را دیده تبسم کرد و گفت قوطی در من است، بیایید آن را به شما می دهم. نام من محمد. تو ام کلثوم نیستی مگر؟ تو را روز خیریه نیز دیده بودم. ام کلثوم حتی در مسجد مشهور شده بود و از این شاد بود. این منم. از کجا می دانید؟ گویان به چشم محمد تبسم کنان نظر می کرد و از زمین خواست قوطی را بردارد. محمد سراسیمه نشد و گفت قوطی وزنین است و قوطی را گرفته به دست ام کلثوم داد. انگشتانش را آهسته آهسته به دست ام کلثوم رسانید. دختر از خجالت آهسته دستش را کشیده گرفت. قوطی را گرفته وقتی می رفت باز با همان جوانی عظیم جثه و غضبناک برخورد. چشمان غضبناک او این سفر با ام کلثوم نبود بلکه با محمد روان کرده بود. در اینجا چی شده ایستاده است؟ گویان محمد را یک مشت زد. با دختران نظر کرد و شما زود از اینجا روید گفت. تو با دختران گپ میپرتویی؟ اکا مرا ببخشید، من. تو در اینجا کار میکنی؟ چرا یاردم داده ایستاده ای؟ تو را گفته با من گپ میرسد. اکا دیگر تکرار نمیشود. دیگر تو را نبینم در اینجا. ام کلثوم در بالا همش را میشنید. چقدر این حالت به او پسند آمده بود. میدانستم او مرا رشک کرد.
او نیز مرا معقول کرده است. این گونه فکر میکرد و به کرته‌اش نمیغنجید. یکی از زنان مسجد تینجه است دام الله، آوازتان به همه جا پهن شد. گلثوم به شنیده‌اش باور نمیکرد. نخواست که وی دام الله باشد. پس امام بوده است. برای همین به من نظر نمیکرده است. خواطر نشوید. یک شاگردم به دختران گپ میپرتافت. تعذیرش را دادم. گلثوم به کرته‌اش نمیغنجید. کی را حمایه میکند؟ مرا؟ نخود مرا رشک کرده ایستاده است. چگونه به آن پسر فریاد کرد، حتی موش نیز زد. همش به سبب من باشد. کی را حمایه میکنید گویان؟ پرسید معلمه مسجد. شاگردانم را گفت امام، مخصوصا آنها را از فتنه های دنیاوی باید حمایه کنم، خواهش های نفسانیتشان را. دختران در اینجا چیکار میکنند؟ پس از این دختران و پسران را در یک جا بودنشان را نمیخواهم. دختران آماده به شاگردان من بی ملال گپ زدنشان ممکن نیست. خود را به دست گیر پسرم، جهلت را پس کن. من خودم به آنها نگاه میکنم. در حال این را حل کنید. با کارهای خیریه برای یاردم کیها را شما جلب کردید؟ یکی از دختران در شبکه‌های اجتماعی مشهور بوده است. نگرید، حتی شاگرد من او را میشناخته است. چقدر معروضه ها میکنم در این موضوع. امامتی مرا یک طرف مانید. چقدر دینمان را بیقدر میکند. گلثوم این سخنان را شنیده تمام شده بود. گمان کرد که از رشک مرا حمایه میکند، اما در حق او چقدر سخنان را گفت. گلثوم با این گونه سخنان عادت نکرده بود. آخر همه او را میپسندید. در حال به خانه آمد. در پایهایش مدار نداشت. در حق من چی ها گفت؟ حد خود را نمیداند امام. گویان غضبش می آمد. اکنون صحیفه اینستاگرامی گلثوم باز جانناک شده بود. رسم ها و ویدیوها زیاد شده بودند. هر خیل قانون ها و مانع هایی که بر بالای دختران مسلمان گذاشتند زید هستم. چی؟ اکنون یک دختر اگر حجاب بسته باشد گپ زدنش با پسران ممکن نیست مگر؟ رسم گرفته نمیتواند؟ با دوگانه هایش تا شب گشت و گذار کرده نمیتواند؟ مگر به ماده نگریسته لباسی زیبا پوشیده نمیتواند؟ به مثل زنان کلانسال پوشیدنش شرط؟ چگونه اندیشه های جاهلانه! این گونه سخنها را در پاست هایش می نویست. مردانی در پروفیلش بوده برای بیشتر رسم گذاشتنش این گونه فکرهایش را بیشتر دستگیری می کردند. درست فکر میکنی؟ البته تو حق هستی. به پیش گلثوم به همگان نشان ده. گفته با این گونه سخنان نفسانیت دختر را باز زیادتر میکردند. الله تو را زیبا آفریده است. چرا آن را پنهان میکنی؟ نشان ده. آخر این گونه زیبایی به همه نداده است. تو به میدان برا عالم چگونه بودن منیکین را بینند، به اسلام هوس کنند و ها کذا سخنان. افسوس که آخر زمان گپا همین خیل بودند. باز روز گلثوم یک چند صورتها را جا کرد. از قفایش صورت با نقاب گرفته‌اش را جا کرد که فقط چشمان سرمه کشیده‌اش نمودار بود. در زیرش باشد عفت حضرت فاطمه را نوشته گذاشته بود. مردان باشد برای کامنتر عجایب نوشتن گویا مسابقه میکردند. گلثوم ارکگی کنان خواب دارم گفته از اینستاگرام برآمد. بر رویش کریم مالیده به خواب رفت. گلثوم در خواب بود. وقتی تهجد رسیده بود. پیشانه‌اش در عرق تر بود. در زمین دراز کشیده بود. چرا از جایش خیسته نمیتواند؟
برای چی؟ رویش، دستان و پایهایش درد می کردند. موی سرش علنگه گرفته به نهایت بی‌زیب شده بود. از زیبایی‌اش اثری هم نمانده بود. در اطرافش آدمان بسیار همه به او نظر می کردند. در بدنش لباسی کلته و هم دریده، یمخ کرده، همه به او با هیجان نگاه می کردند. با دستانشان نشان می دادند، مخصوصا مردم. کلثوم جای گریز می کافت. از دور به یک بلندی چشمش رسید. از بلندی نور شعله می زد. در بالایش یک رومال و کرته دراز داشت. این همان کرته وسیع بیبیش گرفته داده اش بود. در بالای آن قرآن کریم بود. خواست دویده رفته کرته را گرفته پوشد، اما کنی اکنون رفته می توانست. کاش اکنون دستانش می رسید. نابسته از آن که در پیشش بود، اما نمی رسید. به آیت الله و همان رومال دست دراز کند، جانش از درد عذاب می کشید. خودی آن که یگان مانعه باشد، در گرد و اطرافش باشد، لباسهای خودش شیمی تنگ، کرته کلته، هیچ یگان جای عورتش را نمی پوشاند بود. گریه را سر کرد. بعد از چند لحظه آواز گریه دیگر نفر به گوشش می آمد. به دور نظر کرد. نور بالای نور. کسی هست؟ کسی به من کمک کند گویان فریاد زد. به نزدش زن با لباسی سبسفید و با روی نورانی به پیشش آمد. از چشمانش اشک بر بالای خاک می ریخت و از آنجا گل می شکفت. زن به نزد کلثوم نزدیکتر آمد. اشک چشمانش بر روی کلثوم می چکید. به جایی که اشک می چکید، جراحتها، آذخها شفا می یافتند. تو کی هستی؟ تو به من یاردم داده می توانی؟ نگاه کن، جراحتم شفا می یابد. التماس به من کمک کن. زن نورانی سرش را خم کرد. کمک کرده نتوانستنش را گفته به قفا برگشته رفت. کلثوم از قفایش فریاد کرد. ایست، به کجا می روی؟ چرا گریه می کنی از برای من؟ این زمان از قرآن یک آیت صدا داد. کسی که قرآن را می خواند چگونه آوازی زیبا داشت. آواز نیز شناس نمودار بود. زن نورانی با کلثوم برگشت و نظر کرد و گفت: نه تنها من اشک چشم می ریزم، پدرم محمد صلی الله علیه و سلم نیز گریه دارد. من دختری پسر عبدالله محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، زوجه علی پسر ابو طالب هستم. با چشمان حیرت آمیز به کلثوم نظر کرده می ایستاد. کلثوم کفت دستانت را کشاند. کلثوم کفتش را کشاد. با کفتش یک چکره اشک چکید. با قدرت این اشک همه جایش به نور غوطه زد. یا ربم، این چیست؟ این اشک از چشمان پدرم بر ریش مبارکش جاری شده به کف دستانش افتاده است. جواب داد حضرت فاطمه. الله اکبر گفته از خواب بیدار شد. کلثوم در جایش می لرزید، مثل آن که تنه سوخته‌اش حالا هم باشد. به خودش نظر کرد. تمام بدنش صحت بودند. پس به دست راستش نظر کند، چکره اشک حالا هم بودند. آن را بو کرد و از دستانش بوی گل ترنم می زد. کلثوم چقدر آواز داشت برآورده گریه کرد. الله هم، من به این لایق نبودم
چرا اینقدر گناه دارم؟ چرا من؟ یا ربم چرا من؟ پدر و مادرم به شما فدا باشد پیامبرم، پیامبری مثل گلم. ساعتها گریه میکرد، سپس یک رومالچه را گرفته اشک چشمانش را تازه میکرد و همین رومالچه اش را به درون قرآن کریم گذاشت. در بین آیتهای سوره نور نگاه می داشت. از جایش برخاسته طهارت گرفت، توبه کرد، نشسته به ایست گریه می کرد. در فکرش سخنان مادرمان فاطمه صدا می داد. به فکرش می آمد زیادتر گریه می کرد. تمام روز از بالای جای نماز بر نخیست. زانه هایش چشمانش در کرده باشد هم نمی خیست. می نشست. با خواهش مادرش به پا خیست. در این باره عاید این به هیچ کس هیچ چیز نگفت. اولین کاری که کرد تلفنش را گرفته از اینستاگرام رسمهایش را اودلیت کرد. اما رسمها نه تنها در اینستاگرام بلکه در دیگر شبکه ها نیز بودند. آنها را اودلیت کرده نتوانست. باز گریه میکرد. تلفنش را به دیوار زد. به آینه نظر میکرد. صورتانی در پروفیل جایگزین کرده اش و احوالی در خوابش دیده را موی سوخته جراحت ها دائما به یاد می آورد و گریه میکرد. لعنت ها باشد به این رو، اگر من پیامبرمان را دیده نتوانم، این زیباگی به من چی لازم؟ الله هم به نفسم به تو التجا میکنم، به من یاردم کن گویان گریه میکرد. جیوانش را کشاده تمام لباس های کلته و تنگ را برآورده پرتافت. هیچگاه لباس وسیعی نپوشیده اش به یادش آمد. همین کرته را پوشید و سن و سالش کلانتر نمودار شود هم شکل بدنش نمودار نمیشد. نفس شهوانی را بیدار نمیکرد. زمان این کرته به من ماس نیست میگفت. اکنون کرته یگانه اش بود. به ایست کتاب های قرآن کریم، عفت زنان صالحه را مطالعه میکرد. با حیات مادرمان حضرت خدیجه و حضرت عایشه شناسایی میکرد. در بین آنها بیشتر کتاب درباره مادرمان حضرت فاطمه را مطالعه میکرد. فاطمه رضی الله عنها را به نهایت دوست می داشت. وقتی مطالعه میکرد بلند گریه میکرد. از خانه اش هیچ نمی برآمد. به مسجد باشد تماما نمی رفت. از دیدن جوانی که قلبش را دزدیده بود می ترسید. چقدر سخنان حق را گفته بود. اما همان وقت چقدر سخنان حق را گفته بود امام همان وقت من به او لایق بودم. چگونه من او را آرزو کردم. روز تلفن شد. زن ام کلثوم را دیده معقول کرده است خواست به خانه اشان به خواستگاری بیاید. ام کلثوم دائما دعا میکرد و از همه به خیرش را التجا میکرد. پس این به خیر بود. تکلیف را قبول کرد. جوان به نهایت زیبا و به نهایت دیندار بود. از خودش همگی 2 سال کلان بود. قلب ام کلثوم با این جوان ملهم نشده باشد هم اما رازگی داد. در کوچه بیملال گشتن و از سخنان مردم رهایی یافتن را میخواست. این پیشنهاد برای ام کلثوم یک امکانیت بود. عائله ها نیز به یکدیگر مخص بودند. بعد از 1 هفته فاتحه کردند. حرمت ام کلثوم نسبت شوهر شونده اش به نهایت بلند بود. در نزد وی هیچ یک سخن نمی گفت. دائما سرش در زمین بود. روز دوست داشتن جوان را انتظاری می کشید. در نکاح خیر است. بعد از توی شاید دوست دارم می گفت. خود را به نهایت به آمد حس می کرد. اکنون نفر وجود داشت که دستان او را داشته هیچگاه سر نمی داد. روز جوان با ام کلثوم در یک قهوه خانه رفته خوراک تعامل کردن را پیشنهاد کرد.
ба шарм доштанаш ҳоҷат нест. хоҳарам низ мебиёяд. дар назди ман худатро озод ҳис карданатро, туро аз наздик шинохтанамро мехоҳам, гуфт он ҷавон. умму гулсум розӣ шуд. тамоми роҳ сарашро боло накарда хомӯш мерафт. ин амал ба шавҳаршавандааш Ҳасан бениҳоят писанд омада буд. дар ин охирзамон як зани солиҳа ба иффат дар арафаи ҳамсараш шудан буд. ба қаҳвахона рафта ба мизи хурд нишастанд. ҳасан чашмонашро аз умму гулсум канда наметавонист. чӣ гуна духтари зебо! дастонаш ин қадар нозук набошад. мехост тезтар дастони ҷуфти ҳалолашро қапад. ҳамин замон чашмони Ҳасан ба ҷавонони дар столи дигар нишаста афтод. онон ба столи нишастаи онҳо назар карда чизе мегуфтанд. магар онҳо ба мо нигоҳ доранд? пурсид аз хоҳараш. онҳо ба умму гулсум нигоҳ доранд. умму гулсум ҳатто дар хаёлаш набуд ки онҳо ӯро мешиносанд. ҳасан бениҳоят ғазабнок шуда буд. охир рашк мекард. агар боз идома меёфт, аз ҷояш бархоста мезад онҳоро. ҷавонон боз ба умму гулсум назар карда пичир пичир мекарданд. ҳасан дигар сабр карда натавонист. аз ҷояш бархост. умму гулсум аз дасти Ҳасан қапид. илтимос, ин корро накунед гӯён гирья кард. ҳасан зуд ба ҷояш нишаст. як сухани умму гулсум ӯро сокин карда буд. ба чашмонаш назар кард. умму гулсум бо сад пушаймониҳо зуд дасташро кашида гирифт. дар дарунаш тавба кард. дар вуҷудаш як шубҳаи ба ӯ хонадор нашудан бедор шуда буд. бубахшед, ин хел карданро намехостам, гуфт. ҳасан низ ба ҳаяҷон омад. ӯ низ тавба кард. ҳоло никоҳ накардаанд. аз расидани дастонаш ба якдигар ҳаё карда буд. чашмонаш ӯро ҳеҷ намехост. аз ин ҷо равем, хуб мешавад, гӯён аз ҷояш бархоста ба сӯи касса рафт. хоҳараш бошад умму гулсумро ором мекард. вақте Ҳасан аз назди онҳо дур шуд, ҷавонони дар он миз нишаста назди умму гулсум омад. ҳасан бошад инро дида аз қафояш омад. бай бай, гули инстаграм чӣ хел ҳастӣ? ту ба куҷо гум шудӣ? дигар шудастӣ? чашмони умму гулсум ба ашк пур шуда буд. кош замин мекафиду ба даруни он даромада мерафт. ҳасан ба гӯшҳояш бовар намекард. нақши духтари баодоб ва ба иффат ба ту мезебидаст, аммо медонӣ, ту ҳоло низ ба хаёлоти ман бениҳоят моз ҳастӣ. ҳасан дигар сабр карда натавонист. ҷавонро ба сӯи худ кашида як муш зад. чӣ гап гуфта ҷавон аз замин бархост. ту чӣ ҳақ дорӣ бо заншавандаи ман ин хел суханҳо мегӯӣ? ҳоло шавҳаршавандаам дореми умму гулсум? ҳамин аст шавҳари ту. писари хуб метобад. лекин хело ғамгин шудам. чӣ гуна ӯро ба даст овардӣ? ҳасан такроран аз гиребони ҷавон гирифт. умму гулсум, ин чиҳо мегӯяд? умму гулсум фақат гирья мекард. мадори дар по истоданро надошт. чашмонашро пӯшида сарашро хам кард. бародар, ту дар ҳақиқат кӣ будани ин духтарро намедонӣ? ист ба ту чизе нишон медиҳам. ҳасан ба умму гулсум нигоҳ кард. умму гулсум сарашро ҳеҷ намебардошт, чунки аз гум кардани Ҳасан метарсид. ҷавон телефонашро гирифта ба папкаи умму гулсум навишта даромад. ҳасан ба дидааш бовар надошт. суратон ва видеоҳои гуногуни умму гулсум буд. ҳасан дар ҷои истодааш карах шуда буд. ҳа, диди ин суратон фақат дар ман нестанд. ана дар он ҷо нишастагон низ доранд. майлаш, барои ҳурмати ту онҳоро удалид мекунам, модоме ки ту хонадор шуданӣ ҳастӣ. ҳасан то баромадани хумораш ҷавонро лату кӯб кард
پس از دستش انگشت پانه فاتحه را برآورده در بالای استال گذاشت. کلثوم با یک احوال می نشست. صبر کرده نتوانسته با آواز بلند گریه کرد. جوانی جبریده با تبسم به دوستانش نظر کرد و در استال کلثوم نشست. نگاه کن، تو را پرتافته رفت. چرا کیفیت نداری؟ بیا با من عیش و عشرت کن. تو را من خوشبخت میکنم. بیا به یگان مغازه رفته در بدنت یگان لباس زیبا میخریم. با این لباسان خاله شدی تو. گویان او را مسخره میکرد. کلثوم از شنیدن این سخنان مرگ را افضل میدانست. چیزی نگفت. از جایش خیست، گریه کنان برآمده رفت. نخواست آوازش را شنود. به خانه رفت، اما کاش که نمی رفت. جنجال در آنجا نیز دوام میداد. مادر حسن زنگ زده توی نشدنش را اعلان کرده بود. حسن چیزی نگفته باشد هم خواهرش همه را به مادرش گفته داده است. من اگر اکنون 24 ساعت از تلفن سر نمی برداشتی. اکنون نه تنها خود را شرمنده کردی، بلکه سر ما را نیز خم کردی تو دختر. دیگر رویمان نمی شود که به بیرون برایم. گویان مادرش نیز از او خفه شده بود. فقط تنها بیبیش او را می فهمید. سرش را به زانوی او گذاشته گریه کرد. بیبیش موی سرش را آهسته سیله کرد. توبه کن دخترم، توبه کن. تا به کی بیبی جان؟ چرا امتحانهای من تمام نمی شوند؟ کلثوم دختر زیبایم. گویان سرش را مالش داده سخن می کرد بیبیش. کلثوم شب را فقط در عبادت می گذرانید. برای عصیان نکردن درد دلش را تنها به الله اظهار می کرد. اما در درون 4 دیوار برای او به نهایت تنگ بود. به مسجد رفته در آنجا می خواست از هوای معنوی نفس کشد. آماده شده از خانه برآمد و به سوی مسجد راه سپار شد. الله هم التماس همان امام جوان را یک بار بینم گویا دعا می کرد. وقتی راه می رفت ناگهان از قفا صدا بلند شد. گم شو ای ابله کلثوم. شتاب کشیده کلثوم را دشنام می دادند. آنها اوباشان کوچه بودند. کلثوم خود را به کری زده راهش را دوام می داد. واه واه. پیشتر با یک پیامک زود جواب می داد. حاضر باشد نظر هم نمی کند. برایمان هم نگاه نمی کند. کلثوم به نهایت می ترسید. قدمش را تیز تیز می گذاشت. ناگهان یک دست او را قپیده به خودش کشید. بر بالای این از میانش نیز قپید. کلثوم به تکاتب در آمد. کمک کنید گویان فریاد کرد. دوستی نزدش دام الله یوسف می آید گفت. جوان حاضر وقت شوخی می گویان اعتبار نداد. کلثوم بیا با تو به آن طرف گذاریم. این دم کسی به خود جوان یک ضربه سخت زد. این همان امام جوان بود. یوسف به نهایت در غضب بود. این غضب او به کلثوم حضرت عمر و حضرت حمزه را نمودار میکرد. خودی در کتاب ها بوده. کلثوم رویش را با دستانش پنهان کرده گریه میکرد. یوسف به نزد دختر آمد. خواهرم خوب استی؟ کلثوم سرش را آهسته برداشته یوسف او را شناخت. باز غضب کرد. هرگاه یگان معما شود از پیشش کلثوم برآمدن میگرفت و با آواز غفص از جایت برخیز گفت. کلثوم آهسته از جایش برخاست. مردان گرد و اطرافش زود سرشان را خم کردند. به کلثوم نظر نمی کردند چون که دام الله یوسف را در این مسئله سخت دست بودنشان را می دانستند. یوسف نیز به دختر خجالت کشیده نگاه نکرده گپ زدن را دوام داد. زن مسلمان این خلق غرق نمی شود.
باید جسور باشد. تو نیز جسور شو. تو را دیگر این خیل اشک ریخته ایستادنت را نبینم. فهما گفت با آغازی پست کلثوم. معلمه مسجد به نزد دختر آمده او را برای آرام کردن به مسجد برد. آنها را دیده دختران نیز در مسجد جمع شدند. همه تا حال صورتها را نشان دادند. روزهای غیبت کردهشان را گفته دادند. حیات ویرتوالی بخت یک دختر را برباد بودنش را فهمیده بود کلثوم. معلمه مسجد بعضی سخنها را میگوید، اما کلثوم او را نمیشنوید. فکر و خیال او به یک زن سیاه پوشه که در کنج مسجد نشسته نماز میخواند بود. دلش باز تیزتر کار میکرد. ماشاءالله گفت در درونش. سپس اجازت پرسید و به خانه رفت. پس از یک هفته به مقصدش رسید. کلثوم نیز اکنون در حجاب. حتی چشمانش قریب که نمیتافتند. از سخنان مردم رها شده بود. عبادت‌های بردوام کرده توبه کنان به ایست گریه میکرد. از بین ماه‌ها گذشت. در مسجد باز روز خیریه نزدیک شده بود. اما این سفر کلثوم نیتی کمک کردن را نداشت، چون که سخنان یوسف را فراموش نکرده بود. همین خیل رفته به آنجا نشست. خود را در مسجد خدمت کردن را لایق نمی‌دانست. یک دوگانه اش را دعوت کرده خواست در بعضی کارها به او کمک کند. کلثوم با صد خجالت راضی شد. هر وقت تا کسی از مردان آمده از آنها چیزی را درخواست کند، کلثوم به جای دیگر گذشته پنهان می ایستاد. و مردان نمیخواست خدمت کند. بعد از چند لحظه به حادثه دیده اش باور نمیکرد. یوسف به سوی او می آمد. زنی که در پیش کلثوم بود و یوسف نظر کرد و گفت: پسرم، یگان چیز تعامل کردی؟ شکمت گرسنه ماندگی است. یوسف به نزد زن آمده دستان او را بوسه کرد. خوردم مادر جان، خواطر نکشید. پس مادر یوسف بوده است. کلثوم حتی نظر نمی کرد و با کارهای خود مشغول بود. مادرش مجبوراً در یک طبق با او خوراک دادنی شد. از سبب بند بودن همه از کلثوم کمک پرسید، اما از سبب مرد بودن آنجا به نزد مادرش و یوسف نمی آمد. نمی خواست به مردان خدمت کند، اما در این مسئله به هیچ کس نمی گفت. از روی عفتش ریا نمی کرد. همین طور سکوت می کرد. یوسف به نهایت به حیرت افتاده بود. و جفتش یک زن صادق بودگیست گفت در درونش. ایلش مادر جان، لازم نیست گفته از آنجا دور شد. چقدر خرسند شده بود. در آخر زمان اینگونه دخترانی با عفت بوده است. کنی اکنون دیگر زنان مسلمان نیز همین خیل باشند. نقاب نیز در نفس آنها وزنین است. بدین ماس لباس پوشیده از مردان دور باشند کفایگی میکرد. گویان فکر میکرد. تا شب در قلب یوسف حسیات عجیب بود. با تفکر به خانه رفته با مادرش صحبت کرد. یوسفم، تا امروز با تو در مسئله خانه‌دار شوی صحبت نکردم. کسی را نشان دهم دائما رد میکردی، اما من نیز پیر شده ایستاده‌ام. میخواستم بختت را بینم، فقط غضب نکن. مادر جان، گفت یوسف. از دستانش بوسه کرد. چرا غضب کنم؟ دختری مقبول قلبم پیدا شود من رد کنم می؟ بینی امروز در مسجد یک دختر بود. نه مادر، دختران مسجد را نمیخواهم. مادر جان، همسر من چگونه بودنش را میدانید. به هر سخن من اطاعت کند. از حیا حتی به چشمانم راست نگاه نکننده، در نزد من حتی نام دیگر مردان را به زبان نگیرنده باشد. اکتیار، ورزشگر، من اینها را نمیدانم. از اینها حیا باید کرد. اگر من بر خواهش‌های خودم زید زن کابم زود می‌یابم. اما بدین خدمت کننده عروس، مادر مهربان برای تربیت فرزندان،
و راهش به سوی جنت بوده زن را میکوبم. امروز یک زن را دیدم به یاد دارید؟ ماشاءالله برای حرمت شوهرش این کار را کرد. خودش عورتش را پنهان داشته به سوی مردان نگذشته به کسی خدمت نکردنش مرا حیران کرد. با جز به شوهرش به کسی دیگر خدمت نکردنش همین خیال نمایان بود. من نیز همان را گفته ایستادم پسرم. گفته خنده کرد مادرش. انیق کردم. او به شوهر نبرآمده بوده است. سن و سالش از تو 3-4 سال خورد بوده است. به من پسند آمد. یوسف چشمش را گریزاند. کی بوده است؟ نسل و نسبش چه خیل بوده است؟ عائله‌اش دیندار بوده است، بلکه شناس باشد. دائما به نماز جمعه می آمده است. نبیره عمک احمد. یوسف فکر کردن را سر کرد. این زمان مادرش نامش را می دانید چی بوده است؟ گلثوم. پیشتر در مسجد کار کرده بوده است، اما چند وقت باز نمی آمده است. مادرش درباره گلثوم به این سخن می گفت، اما برای یوسف با شنیدن نام گلثوم موضوع پوشیده شده بود. نه مادر، نمی شود. چرا پسرم؟ خیلی دختر زیبا بوده است. همه او را تعریف کرد. نمی شود. التماس سببش را نپرسید. یوسف به خانه اش در آمد. با گلثوم شده واقعه ها را یک به یک فکر کرد. یوسف با جفتش این گونه شناس شدن را نمی خواست. محبت مثل در کتاب ها و در حدیث ها آمده را می خواست. و مثل عائله محمد علیه السلام علی رضی الله عنه می خواست. موضوع گلثوم را تماما پوشید و نماز خواند. پس از نماز برای جفت مناسب و به خیر دعای دراز کرد. به جای خواب رفته به خواب رفت. در بدنش لباسی سبسفید، در سرش باشد سله بود. در درون گلباغ در همه جا ایفار گل صدبرگ، صدا و نوای پرندگان. یوسف راه میگشت و باز راه میگشت. سپس به یک جا نشسته اطراف را تماشا میکرد. همین قدر زیبا بود که به چشمانش باور حاصل نمیکرد. بعد از لحظه به نزد یوسف یک زن با لباس و نقاب سبسفید آمده نشست. در نزدش همچون گواه 2 زن دیگر نیز بودند، اما آنها نمودار نبودند. فقط نور پهن میشد. این دم یک آواز شنیده شد. کی هستی؟ گفت یوسف. از بین گلها 2 کبوتر پریده به نزد یوسف آمدند و در یک لحظه غایب شدند. اطراف پر از نور شد. آنها فرشتگان خوشخبر آرنده بودند. ای یوسف، پیامبرمان نکاحت را خوانده ایستادند، قبول میکنی؟ یوسف با گریه در آمد. چی؟ با کی؟ من به این گونه بخت لایق هستم مگر؟ تکرار پرسیدند. ای یوسف، پیامبرمان نکاحت را خوانده ایستادند، قبول میکنی؟ از چشمان یوسف به ایس اشک میریخت. و زنی در پیشش ایستاده نگاه کرد. این سفر با آوازی بلندتر پرسیدند. ای یوسف، قبول میکنی؟ ها، قبول میکنم رسولم، گفت یوسف. چگونه بخت بودین؟ سپس 2 زن شاهد را پرسید. اینها کیا هستند؟ اینها دختر محمد صلی الله علیه و سلم حضرت فاطمه رضی الله عنها و زوجه مبارکشان حضرت خدیجه رضی الله عنها شاهدان نکاح شمایان هستند. گفتند فرشتگان. یوسف با آواز با گریه در آمد. یا الله، این چه خوش خبر! این دم با رومالچه دستش اشک چشمان یوسف را تازه میکرد. یوسف به سوی جفت مناسبش گشته نقاب او را گشاده بیند که در پیشش گلثوم نشسته بود. پس گلثوم برای یوسف خبری خوش بود. در برابر سطر کردنش به نهایت زیبا شده بود. یوسف
از پیشانه گلسم بوسه کرد. ای یوسف، جنت مبارک باشد گفتند فرشتگان. همین لحظه یوسف از خواب بیدار شد. هو الله، یا الله گویان فریاد کرد. زبانش فقط الله الله می گفت. دلش مثل جهیده می برآمدگی بر این می زد. قلبش با عشق می سوخت. مادرش از ترس به خانه یوسف دویده آمد. پسرش را به این احوال دیده باز ترسید. یوسف در خود نبود. یا الله یا الله گویان خود را به زمین می زد. بعد از چند ساعت پس به خود آمد. به ایست آب اشک می ریخت. با او همراه مادرش نیز گریه می کرد. مادر جان، زود به خواستگاری می رویم. مادر جان، به خانه کی پسرم؟ مادر جان، خودی پگاه می رویم. او جنتی من است، می فهمید مادرم. مادرش به نهایت حیران شده بود. در خوابش چیزی را دیده اش را می دانست. در حال آمادگی دید و اولی گلسم خبر دادند. چگونه شب را سحر کردنش را حس نکرده بود. یوسف نصف شب را با عبادت و نصف دیگرش را به فکر خوابش و گلسم گذرانید. یوسف نمیخواست وقت را بسیار کشد. حتی میخواست نکاح را با توی یکجا کند. این تکلیف به هر دو عائله نیز مقبول بود. بعد از 1 هفته قرار توی کردن قبول شد. وقتی به توی 2 روز مانده بود، اولین مراتبه یوسف با گلسم تنها و خوری کرده صحبت کردن را خواست. یک خانه آماده کردند. یوسف چیها گفتنش را آماده کرده بود، اما با گشاده شدن در همش از خیالش را برده شد. گلسم با لباسی سبسفید و سری خم در آمد. یوسف چیزی گفتنی بود، اما زبانش تاب نمیخورد. سخن را گلسم سر کرد. یوسف گفتن نامش قلب یوسف را باز تیزتر میزد. شما از من دیده به خوبترش لایقید. سخنانش را تمام نکرده بود که یوسف به سخن در آمد. نه گلسم، اصلا این طور نگو. یوسف، من در گذشته بسیار خطاها کردم. با نامحرمان یگان مناسبت نکردم. دست قپیده نگشتم. اما در شبکه‌های اینترنتی شد. بس است. نمیخواهم اینها را شنوم. گذشته در گذشته ماند. در پیش من این موضوع گشاده نشود، گفت یوسف. گلسم آب چشمانش را تازه کرد. تو حلاله من میشوی گلسم. گذشته گناههایت به من اهمیت ندارد. آن چیزی که الله مغفرت کرد، فراموش کرد، من به یاد دارم. مگر نفری که توبه کننده است مثل خار نمیبینم. مهمش به گناهان توبه کردن. در اصل من به تو مناسب نیستم. در گذشته به تو چی سخنها گفته قلب تو را رنجانیده بودم. از من راضی میشوی؟ بخشیده میتوانی؟ گفت یوسف. گلسم گذشته را فکر نکرده به چشمانم نظر کرده میتوانی؟ گلسم، تو آینده من هستی. از ازل در قسمت من تا به کال و بلا نصیبه من هستی. با چشمانت نظر کنم گذشته را نه، بلکه فقط محبت را میبینم. چرا تو را عیبدار کنم؟ الله کمک کننده ما می شود. روزی توی یک توی عادی و خردکه کردند. زن و مرد علاهیده به اسراف و به بدعت به مثل فرموده پیامبرمان. گلسم در حجاب سبسفید، چشمانش نیز نمودار نمی شد. به همگان نمونه به همه نشان دادند که چگونه مسلمان توی کند. بعد از توی به خانه اشان رفتند. یوسف با گلسم حکایه حضرت خیفه و حضرت صحیب را نقل کرده داد. گلسم خب سرش را خم کرده شنیده می نشست. به نهایت حکایه عجیب به مثل خواسته یوسف همان شب را در عبادت با ادای نماز هر دو گذرانیدند.
سپس یوسف حجاب گلثوم را کشاده از پیشانیش بوسه کرده جنتی من هستی گفت. از بین ماه‌ها گذشتند. یوسف با معشوقه‌اش به نهایت معامله زیبا میکرد. او را هیچ خفه نمیکرد. در گلثوم چگونه بی‌حالی بود. این در بین آنها مسافه گذاشته بود. یوسف نیز آن را حس میکرد و نخواست که این فکر کرده من باشد میگفت. گلثوم مادر میشود مگر میگفت. اما نمیپرسید. میخواست این خبر را خودی زوجه‌اش گوید. یوسف با گلثوم کارهای خانه را کردنش را نمیگذاشت. انتظاری میکشید. لیکن گلثوم چیزی هم نمیگفت. روز بعد از نماز گلثوم برخاسته از بین کتاب‌ها یک چیزی را گرفته آمد. دستان یوسف را بوسیده به آن داد. این همان دسترومالچه‌ای که یک زمان در درون قرآن گذاشته بود. دست یوسف را در دلش گذاشت. یوسف هم ما را هیچ چیز از هم جدا کرده نمیتواند. تنها مرگ میتواند ما را از هم جدا کند. از چشمان یوسف آب جاری میشد. چی بود که گلثوم را اینقدر به تأثیر آورده بود؟ مخصوصاً جمله های آخری گلثوم در سر یوسف مثل رد و برق زده بود. محبتمان در آخرت ماند یوسف گفت گلثوم. یوسف چیزی را حس میکرد. عزیزش او را پرتافته رفتنش را حس کرده قلبش علنگه میگیرید. این زمان چشمان گلثوم پوشیده شده سرش آهسته به کتف یوسف افتاد. یوسف برای بیدار کردن او حرکت میکرد اما گلثوم بیدار نمیشد. یاری تعجیلی دعوت کرده شد. بیدار شو جنتم. التماس چشمانت را کشا میگفت یوسف. دعاهای به خیالش آمده را میخواند. گلثوم چشمانش را کشاده رومالچه‌اش را و یوسف داده این را دائما در درون قرآنتان گذارید گفت با آوازی پست. آبی چشمان یوسف برای عزیزش می افتاد. گلثوم نفسی چقور کشیده و تبسم کرد. شما هم بوی خوش را حس می کنید. خودی در درون گلباغ نشستگانید. گلثوم. یوسف سری گلثوم را برداشته او را به آغوش گرفت. التماس مرا پرتافته نرو می گفت. گلثوم آهسته انگشت شهادت را بالا برداشت و به گوش یوسف لا اله الا الله گفت. به من نظر کن عزیزم. نکاح ما در عرش اعلی خوانده شد. ما درهای جنت را با هم می‌گشاییم. تا جان در بدنم دارم تو را در دعاهایم به یاد می‌آورم. سری گلثوم سیله می‌کرد. گلثوم چشمانش را پوشید. یوسف باشد پیچی راست کنم گفت. تو نیز شهید هستی گلم. تو هم شهید هستی. روی آن را مالیده به آخرت گسیل کرد. زنی که گلثوم را میشست کم در کم به این حالت دچار میشد. در روی گلثوم تبسم بود است. او را با مثل عروسان آماده کرد. زیرا از جانب فرشتگان قبول شدنش را میدانست. یوسف در چشمانش اشک حرکت میکرد خودش را به دست گیرد. با دل سوخته او را به خاک سپارید. حالا از او سیر نشده بود. خاک او را بر خود گرفت. همان شب یوسف خواب دید. گلثوم به او تبسم میکرد.
юсуфам, маро модарамон фотима пешвоз гирифтанд. ман туро дар назди дари ҷаннат интизор мешавам гуфт.